آقای رحمانوف یک بار به تقویم نگرید. در تقویم سال 2013 است. یک گربه اروپایی از یک کودک تاجیک غذایش خوبتر است. یک گربه اروپایی نگاه و بینش بهداشتش از یک کودک تاجیک خوب است. آیا شما یک بار به بازار یا به یگان جاده پیاده برآمدید؟ یک بار شما در دل مردم را گوش کردید؟ نه، شما به لبیک زنی عادت کرده اید. شما دوست می دارید که وقتی در پیش پای شما پایانداز می اندازند، وقتی که در وسط شما سرود می سرایند، وقتی که در وسط شما داستان می گویند، شرمتان نمی آید؟ حتی خانم ها کمپلیمنت های بی اساس را، لطف های بی اساس را دوست نمی دارند. اما شما باشید عادت کرده اید. وقتی من می بینم که یک کودک، ای جناب عالی، ای آفتاب، ای خورشید درخشان، ای معلمان گویان و شما مراجعت میکند، شما قبط گوش میگیرید. به جای شما من سرخ میشوم. به جای شما من سرخ میشوم. وقتی شما به کشورهای دیگر میروید و از دموکرات گپ میزنید، از حقوق انسان گپ میزنید، به جای شما من شرم میدارم. به جای شما من سرخ میشوم.